اگه ماه نباشه زمین نابود میشه. فقط تصور کن امشب به آسمون نگاه کنی و ماه وجود نداشته باشه. نه ماه کامل، نه هلال، هیچی. اما این فقط تاریک شدن آسمون نیست، قضیه خیلی جدی تره. اول از همه جزر و مد تقریبا نابود میشد، چون بیشتر نیروی جزر و مد از ماه میاد. خیلی از موجودات دریایی که به این چرخه وابستن شاید اصلا به وجود نمی اومدن. دوم، زمین بی ثبات میشد. ماه مثل یه لنگر نامرئی محور زمین رو ثابت نگه میداره. بدون اون زاویه زمین ممکنه شدید تغییر کنه، یعنی فصلها میتونستن کاملا غیر قابل پیش بینی و افراطی بشن. حتی طول روز هم فرق میکرد. ماه باعث شده چرخش زمین آهسته تر بشه. بدون ماه الان احتمالاً روزها کوتاه‌تر بودن و شبها خیلی تاریک‌تر. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن.